پسر فقط در صورتی میتونه سرباز بشه که قبل از سوختن چوب کبریت‌ها لباس نظامیش رو بپوشه. همین که آخرین کبریت تموم شد، لباس رو تنش کرد و با خوشحالی توی اردوگاه میدوید. انگار واقعاً سرباز شده. مثل بزرگترها ریش تراشی میکرد و سلام نظامی یاد گرفته بود. سربازهای واقعی با دیدن صورت معصومش لبخند میزدن. اون روز با جدیت سر پست ایستاد که یک دفعه حمله هوایی شروع شد. یه افسر خودشو سپر کرد تا جون پسر رو نجات بده. انفجارها از همه جا بلند میشد و پسر توی سنگر ترسیده نشسته بود. وقتی زخمی ها رو دید فهمید جنگ واقعی چیه. دوید داخل چادر و با تمام توان سعی کرد به مجروحا کمک کنه. بعد وسط چادر وایستاد و براشون آواز خوند. صدای معصومش اشک رو تو چشم سربازها جمع کرد. دوباره حمله شروع شد. پسر توی سنگرها شروع کرد کشیدن جعبه‌های مهمات و رسوندنشون به سربازها. یه سرباز پیر ازش تعریف کرد. اون هم بهش سلام نظامی داد و رفت پست فرماندهی. اونجا فهمید خط ارتباطی قطع شده. بدون مکث از سنگر زد بیرون و وسط بارون گلوله دوید تا سیم‌ها رو وصل کنه. با وصل شدن ارتباط حمله دشمن عقب زده شد. یه روز که نقش دیدبان داشت بین علف‌ها از توی دوربین یه پای قایم شده دید. دوید برگشت و گزارش داد. صدفان اول باور نکرد، اما وقتی پسر اصرار کرد با 2 سرباز رفتن همونجا. برای رو کردن دشمن علف‌ها رو آتیش زدن. 2 نفر از دشمن‌ها فرار کردن و گیر افتادن. بعدتر پسر یک کیف پر از رادیوی دشمن پیدا کرد که مختصات بمبارون رو میفرستاد. هر بار شجاعت نشون میداد اما هیچی به خودش نمیچسبوند. فقط درخواست کرد پستش رو به نامه‌رسان‌ها بدن تا بتونه نامه‌ها رو به سربازها برسونه. همه دوستش داشتن. یه سرباز حتی براش رقصید. فرداش که برای رسوندن نامه‌ها دوباره اومد، فهمید همون سرباز دیگه زنده نیست. کلاهش رو در آورد. یه لحظه ساکت وایستاد و آروم دور شد. اسم این پسر سرژوژا آلیشکوف بود. کم سن‌ترین سرباز تاریخ. بعد از جنگ هم بهش لقب قهرمان دادن.